امروز چقدر مبلغ جمع شد؟ ما چند قدر مبلغ تقسیم میکنیم؟ در هر جایی که باشی آرامش دل جایی میگیری که در اونجا زاده شده باشی. بودای پومشگیری رفته الحمدلله میاد در دستش پولش میسپریم. حاج ما از نام مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 تومان کنورت در شما میتیم. بوداری که کریشش 3 روز پیش ایسل زده بود. حاج ما در همون خونه چند سومی میتیم اکا جون؟ 48 خودروی در روزگار 200 میتیم. مقصد کی سومی موندگی شه بعد خونه هست اوغل شه دیو مقصد سفیل شه دیگر شه بعد اینا کنورت پولی اکا با مبلغ 200 تومان برای شما اکا بدونش کو دادونش مبلغ است. همین جوانان را در پناه خدا دکترها خدا جان کجا باشه در ماشون خور نرسم. مرکز خدمترسانی زیارت شاب همروزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنمید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچا برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبوییها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. با خیر در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. در هر جایی که باشی آرامش دل جایی میگیری که در اونجا زاده شده باشی. گر جهنم ساختم فردوس هم سازمت ای وطن. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنصیحات خانواده هستین. امروز ما حضور داریم در دهه سرخاب. از نام برادران عزیز گروه های مردم فرخار یعنی مردم غریب در وطن قرار داره هر کجای هستن هستن گروه هایی که اومای فرخار امروز یک مقدار مبلغ جمع کردگیم با دستگیری اکای امامعلی برادران اکای نسیم فرخار تجی از جماعت درقه همه در همینجا جمع شدگیم. همین را ما گفتیم که آرد و روغن میخریم از همه خوب بهتر پول شومتیم برای اونو خوبن هر چیز در زندگی در کنن برای اید میخرن ان شاء الله. اکای مولانا یک بار سلام علیکم. امروز چقدر مبلغ جمع شد؟ ما چند قدر مبلغ تقسیم میکنیم؟ حاضرش ده 11100 سوم جمع شد. اینا 50 سومش کنورت گفتیم باقی مونده شد در همینجا هستن. حاج ما طبق درخواست MCS 48 خونه را با قید گرفتگن که کلا خراب شدگی زندگی کردن نمیشه. حاج ما در همون خونه چند سومی میتیم اکا جون؟ 48 خودروی در روزگار 200 میتیم. مقصد کی سومی موندگی شه بعد خونه هست اوغل شه دیو مقصد سفیل شه دیگر شه بعد بوشه گلچین کردن مردمایی که نیازمندن هم مقدم میتیم. دوستان عزیز ما را همسفر باشین. هر کسی که از دهه سرخاب باشه با در کامنتر فکرش نویسه که پول نکسای ما میره نکسای اکای مومعلی میره نکسای نایمجو نکسای برادر عزیز. با همین خاطر نوار کردن ما هم برای موتیواسیون دیگر برادرایی که کار خیر کنن. حاج میریم تو قدر امکان چند خونه را میتونیم سیون کم بکنیم دیگرش ان شاء الله خدا شاهد همه کار ما هست. با همین خاطر سر میکنیم دختن کنورت ما را همسفر باشید. رفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برادر رو با درگاهش قبول کردیم. کاغذش هایی تا هوکی هم که میکشیش محکم میشه. نه موندگی را یک سمونه که ماشین نشوه. اکای مومعلی بچه ها از گروه های نویای فرخار کمتر کمک کرده گیرن اکا. اینا کنورت پولی اکا با مبلغ 200 تومان برای شما اکا بدونش کو دادونش مبلغ است اکا. این 200 تومان اکا ان شاء الله که با دستگیری ها در پیشن اکا. چی گفتن یا گفتنی برای این اوزیر میکنه که شورا چپاش میکنه. خوب گزارش میکنه. سلامت عزیز. خونه مادر اومدیم نبوده پومشگیری رفته الحمدلله میاد در دستش پولش میسپریم. خیلی با خونه کسی باشه خودش میبینه. اینام گروه های مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 تومان. دوستان عزیز الحمدلله باز با دیداربینی مادر عزیز اومدیم خونه پاکیزه چپاش دگی در یک کلبه‌ای که بالاش با یک تنکه ورمنی موندگی باز با ایپش میره صحبت میکنیم.
مادر جان سلام علیکم. خوبه تنجه؟ در اویله یگون فرزند کار میکردگی داره؟ مایده فرزند داره؟ اینا امروز هم ای نومی مردمی گروپ ای ناحیه فرخار اینا مرا نسیم جان یک وای کنورتر اینی برای شما مادر با مبلغی 200 تومان در حقشون دعا کنین ان شاء الله که همین خیلی خیرخواه زیاد شود. دوستان عزیز اینا خونه پاکیزه زلالیدگی برکو همه ریختگی و همین خاطر هر کسی که نوارا میبینه شنیدن که بود مانند دیدن بینه پیش خودتون ببینید دستگیری کنین بهتر خوبتر میشه. دوستان عزیز خانه مادری که از ما برای شما ایشون دادیم 500 تومان خیرش کردیم گفتیم در یک نویسک بالای کد زندگی میکنه این اول خونه در خونه تمام زندگی کردن نمیشه و اینا چپا میکنن باز ایسر کردنشون در کارخانه برادران عزیز. السلام علیکم اکا جان. خوبی اکا تنجی سلامتی خوبه؟ نام تو چیه اکا جان؟ محمد مقصودی. اکا مقصودی جان نواری پیشینه که ما یک برادر عزیز خیر کردگی بود اومدیم خونه را کندیش کردیم. این حال شما در کجا زندگی کسی خونه نیست؟ یه بار پیش دیدم ممکنه؟ ممکن حاضر شب در همینجا روز میکنیم. بیا اکا پیش بیا در همینجا ها؟ خداوند عمر دراز کنه. اینومی مردمی گروپ ای ناحیه فرخار اینا تنظیم کلی با مبلغ 200 تومان کردن. کسی که هم دستگیری کاریز خیر کاریز خدا 100 پس 1000 تومان. الله اکبر. سلامت باشید. برادرای ما رفتن همراه خانه‌دار صحبت کردن ان شاء الله نگاه کنه که خانه در کدام حالته. اینا مینادور هستی ان شاء الله. سلامت باشید. سلامت باشید. حضور احمد. دوستان عزیز باز نگونمونه که از نام مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 تومان اینا برادرای عزیز اخیرا که خانه دختر شد. دوستان عزیز خانه که دخترش از شوهر جدا شدگی با یک امیدی تمام کردگی خانه را اینا با مبلغ 200 تومان هر کدام مردمی که همینا را میشناسه زر زنه که همین پول در دست همیو رسید یا نه تو دو فهمدگی در دست کتون هست که نه دادم. نه مقصد که یگو کزای دست نگیر بعد اینا ور که پول خیلی خداوند نگهبان با مردم گروپ های ناحیه فرخار چی گفتن؟ خدا خواندو برکت کنه. های چند خدا خواندو خیلی فالوکات هم شانش کنه. سلامت باشه. الله نگهبان. خب زندگی میکنه همراه اویلش و یک نبیرش بچه نداشته با همین صبح اکه قربان هم داشته اکه قربان جان حاضر اینام گروپ های ناحیه فرخار ان شاء الله که با مبلغ 200 تومان با برادر عزیز داده میشه. خونه‌اش او قزلال نده لیک از حساب شرط شرایط زندگیش این ای برای شما کرد. برای مردم ناحیه فرخار چی گفتن که شیر مردای خداخانه شما راست نکنه. یک حضور احمد مینادور سلام. الله نگهبان دو شکر در حق دورا فرمایش. خدا نگهبان دکه الله مشکلات آسان کنه. دوستان عزیز با خونه نام مادرتون چیه؟ افای دیگه افای ایدی ما اومدیم. پدرتون هستن؟ حاضر شما در کجا زندگی کردین؟ همه خونه دار؟ جمع کردیم برفتین نه؟ این سال در شما زلال کردن؟ حاضر ما از نام مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 تومان کنورت در شما میتیم. مادرتون نیستن گفته پومشگیری رفتن اومدن همه چیزا با همونو برسونیم. مایلش خواهر جان سلامت باشین. دوستان عزیز ان شاء الله با دیدار بینیم مادر عزیز اومدیم از نام گروپ های ناحیه فرخار اینا با مبلغ 200 تومان مادر جان این 200 تومان مبلغ برای شما یک دو با کلی مردم غریب. خدا جان پروردگار همین جوانا را در پناه خدا داره و خدا جان کجا در باشه در ماشون خور نرسه عمر درازی به برکت دوستان عزیز به خونه اکه خوشیم اومدیم. یک بار سلام علیکم اکه جان خوبه نکسین سلامتی خوبه. خانه ای که پیش درجه ورداشتگی بود چپش دیگه خانه عروس خانه خودش جور اومدگی به منزلی که میبینیم ورمینگ کردگی. دوستان عزیز از نام گروه مردم ناحیه فرخار اینا با مبلغ 200 تومان اکه برای شما وعده. چی گفتنی مردم با مردم غریبی که همین یک مبلغ معینه برای شما جدا کردن؟ رحمت میگیم برای دستگیریشون. سلامت باشید. شما را خواهد میگم عزیز با خونه دادر عزیز و میمون چه دادر جان؟ نام پدر مادر؟ اما سوزه رئیس با پدر تون نیستن با پدر این اینام مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 تومان اینا کنورت پولی فهمیدید؟ اومد در دست مادر تون مالش جان الله مشکلات آسان کنه. ساینا بعد دوربینی مادر عزیز اومده مادری که کریشش 3 روز پیش ای سیل زده بود همین کلاس مادر جان یک بار دیگه نام نسب اونم میگفتیم
نام تو چیه؟ عمر و بیبی بزن لالا جابر میبریم اینام مردم ناحیه فرخار با مبلغ 200 سوم اینا کرده. اینام یک مادر عزیز با مبلغ 500 سوم اینا داده. او پولایی که دادیم در دست خطا بودن خطا گرفتین شوخی. شونه تابه ani روزای ما داریم اهل میشه. ani سال بعد نه اهل میشه. سلامت باش. خدا نگهدار.